بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم. شما حرکت شمایان رو به خیر و شادی میگوییم. امیدواریم خوب و صحت و سالمی. تا اونجایی که حرکت شما معلومات دارید هدف ما تنها یک است. برای حرکت شمایان معلومات پیش آوردن. ایده پیدایش علامت ها، نشانه ها و راه ها و طرز های معالجه این یا اون نمود بیماری. البته تا جایی که حرکت شما معلومات خوب دارید وقتی ما صحبت با طبیبانی صاحبی میکنیم همیشه یک اندیشه را جانبداری میکنند. میگویند هیچگاه به خود معالجه دست نزنید. و این نباید باشد ما تصمیم گرفتیم بابت موضوعی صحبت کرده باشیم که برای هر یکی شمایان بازم شوق‌آورتر و لازمی است. پس از چند لحظه برای شما اعلام میسازیم. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه را ادامه میدهیم. این نوبت در مهمونی برنامه ما محترم رحمانов مدیر شعبه بچگانی میکروجراحی چشم و خب دکتری درجه عالی. پیش از همه دکتر تشریف شما رو به برنامه خوش آمدید میگفتیم. و خب تماشاچیان عزیز ما این نوبت تصمیم گرفتیم اویدی موضوعی صحبت کرده باشیم که چون علاقه از معرفی هر یکی شما خود پیدا کردید سوالی به جواب خیش پیدا کردید بابت چشم بیماری های چشم و البته در آغاز ما میخواستم از محترم رحمانov بابت گوییم به طور یک کوتاه و مفصل بابت ساخت چشم که معلومات پیش آورده باشند و پس از آن گوییم بابت بیماری های چشم و تا جایی که علاقه معلوم از گرمی هوا شعاع و یا خود نورهای آفتاب تا چه اندازه گوییم به چشم چه طفلان چه نورسان چه میان و کهنسالان فایده و زیان و ضرری دارد. البته این اندیشه هایی است که در رفت برنامه بینندگان عزیز پاسخ خواهید گرفت. مرحبا. رحمان سوالی ناز دادید. چشم یکی از در انسان عضوها می باشند که مهمترین هم میگوییم رول خود را بسیار باز میکند. برای آنکه با عضو چشم انسان 85-90% محیط را به خود میگیرد. لکه محیط را ما محیط اطراف چی شده ساده است با عضو باسری چشم ما میگیریم. این برای همین دیگر عضوهای هم هستند و هم عضوهای مهمترین عضو گوش بینی هر که نام چشم یکی از چی میگه مهمترین میباشد که رول خود را برای انسان میبازد. اکنون چشم این هم خیلی عضو میباشد که از وقتی که زن حامله دار میشد در وقت 3 ماهگی حامله دار در همین کودک روزی چشم پیدا میشد. از همونجا سرکتی ساده تا تولد شدن بعد تولد شدن تا انسانی که چند سال عمر میبیند چشم افزایش خود را دارد و هر گونه در سالهای بچگی جوانی کودکی تغییرات ها پیدا میشد. عموما وقتی که انسان تولد میشد وقتی که کودک نقص تولد میشد و هر جا در هر یک عضوش نقص انکشاف می‌یابد چشم از همون وقتی تولد میشد افزایش خود را دارد. افزایش چشم نهایتاً تمام میشد در سالهای 15-18 سالگی در همون وقت ماکسیمال به خود نهاییش میرسد. وقتی که این چشم به خود رسید اکنون بعضی تغییرات هم میرسد در چشم. هم چشمی که همین نقص بود صحت بود هر خیلی تغییرات ها پیدا میشه. تغییرات های کودکی، تغییرات ها در وقتی تو مکتبی، تغییرات ها در وقتی مکتبی، تغییرات ها در وقتی دانشگاه خواندن، تغییرات ها در وقتی کار کردن، تغییرات های پیران سالگی این همین تغییرات ها سبب می شود که به خیره چشمی آورده میرسونه. اگر خیره چشمی هم بینیم اگر هر خیل می شود. خیره چشمی مادرزادی هستند، خیره چشمی تو مکتبی هستند، خیره چشمی مکتبی هستند، خیره چشمی کلانسال پیران سالگی هستند. این یک چند نمود کسل ها می باشند. کسل هایی که ما دیده می توانیم از طریق عضوهای باسره هستند. این کسل های کودکانه، کسل های کلانسالان. نمودهای بسیار دارند.
اكو کسال رو من اگر هر یک تیوری گونگر فرصت طولانی لازم است. کلام با بسیار دکور برای همین من باز مختصر باز کمتر با سوال‌ها جواب میدم. تشکر زیاد. و خب بینندگان عزیز و ارجمند بار دیگر شما هر یک شمایان رو به خیر و شادی میگوییم و خب چون دکتر چنانی که الکی در بالا قید کردید و من میخواستم بابتی گوییم چون الکی وقتی که زنی جوان گوییم در بطنش گوییم 3 ماه فرزند دارد الکی عضوی چشم یعنی بصیره گوییم به افزایش آغاز میکند و عادتا بعضا اندیشه هایی هستند که اگر در آن عائله گوییم چی مادر کلان ها باشند یا گوییم خوشدامن یا بیبی ها باشند میگن که خب فرزند عزیزم کلینی مهربان خود رو احتیاط نمایید وزنی نبردارید رژه طعام شما باید چنین باشد آیا در واقع هم گوییم محیط بیرونه به انکشاف نسلی که در بطن مادر هست به تاثیر نمیگذارد یا این تنها یک اندیشه کهنسالانه و مادرانه است؟ این تو بطوره گپای نقصیم کوانسالا که میگویند که به همین زنهای حمله‌دار این کار رو نکن این کار رو کن این همین چی می‌داره یک تاثیر خدا میرسوند نامین زنی که حمله‌دار میشوند و البته در جای استقامت در مرکزهای سلامتی یا که در شعبه زنانه در قید ایستادنش در آنجا رفته میبیند و ایرا هر ماه دکترهای مخصوص خودشون میبینند نه همینشون من یکتیشه گفتیم هستن که اون آدم‌هایی که زن‌هایی که کمتر در وقتی کودکی‌هاشون چشمشون خیره بودگی یا که از طرف شوهر یا که از طرف بابا یا از طرف اولاد کمتر باشن اگر با دکتری همین زنانو گفتنشون باید گویند که من در همین وقت میخی بودم و من میخواستم که یک همین کمتر درباره همین چیکار کنم که بچهای منم همیشه چی میگه تاثیر خدا نرساند در وقت حامله داری گفتم همون گپایی که دکترهای زنانه میگویند آنها رو حتما رعایت کردن در کار وقتی که با دکتری چشم پزشک میآیند میگویند که من در همین در وقت حامله داری هستم و واسه من چیکار کنم که این کاری که من شاید سوال تولد شد از طرف چشم یا خیلی آرزو نشود گفته ما هم نسبت به این زنهای حامله دار توصیه میدیم که این توصیه های چه میگه همین اوله دوری چخشونش در کار خوری چخلش در کار دیدن نوشتن خواب کردن همین با استفاده تلفن استفاده کامپیوترها استفاده همین چراغ‌های روشنی همه درباره همه هر یک تا همین چیزها ما به زن‌های حامله‌دار همش رو توصیه میدیم. و خب دکتر از این اندیشه شما یعنی برمی‌آید که حتی آن همان مادر جوانی که گوییم در بطنش طفل دارد یعنی استفاده کردن تلفن‌های موبیلی و نشستن در نزد آینه‌های نیلگون یعنی به تاثیر نمیگذارد از این برمی‌آید که به نسلی که تولید می‌شود. اکنون نه همه وقت تاثیر می‌کند نه به رعایت کردن قاعده‌های نگاه کردن کم تاثیر خود را میرساند همه چیز معیار دارد برای همین ما میخواهیم که در وقتی که زن همین حامله‌دار هستند همین چی میگه بعضیا بسیارتر در جاهای تاریکی میشینن یا که بسیارتر چی میگه در جاهای روشنی هم قایم گشتن عموما همین روشنی هایی که بسیار هستن نورهای حاضره همین چراغ‌های بلند کامپیوترها گنجت‌ها سوال تلفن‌های حاضر زمان هست که همه به اینها هم نمیشه حیات بد دیدن در کار خواندن در کار نیستن در کار نو میارش گرفت دم گرفته کمتر چشم آرامی داده باز کارهای خدا اگر اجرا کنن اگر اون تاثیر خدا نمیرسونه. و خب اینجا دکتر تشکر زیاد به پاسخ شما و من میخواستم اندیشه شما رو اطراف آن شنویده باشیم که سبب ویرانشوی بینیش چی سبب می شود که گوییم بینش انسان ویران می شود گوییم شاید بعضا شکایت میکنم که خوب نزدی طبیبان نزدی شما می خوب میگن دکتر السلام علیکم من ماه پیشتر یا سال پیشتر خیلی خوب میدیدم چند متر پیشتر ولی که امروز نزدی چشمم رو چیزی گرفته است شاید نمیدونم ابر باشد نمیدونم باز یک تاریکی دیگر باشد این نشانه از چی است؟ سبب‌های ویرانشوی یا که پیدایش پسشوی بیناییش بسیار گوناگون دارد عامل‌های گوناگون دارند
این میشه ما چه گفتیم که در وقتی جوانی، در وقتی کودکی و در وقتی کلانسالی میشن، وقتی که انسان کلانسال میبیند که چشمهای خود کمتر نسبتاً به بیشتر ویران میشود، میبیند که من دور و دیدستم آدم رو فرق کرده نمیتونم، یا که میگویند که پیش کتاب خونده میتونستم، حاضر در وقتی نزدیک کتاب خونده نمیتونم، به نظرم حرفها ویران میشود. همین ها رو میفهمن، میگویند که من چیکار کنم. با این سونی آدم ها مصلحت میکنم که به دکترهای پزشکی چشم مراجعت کرده برای خواندن، نوشتن، کارهای نزدیک استفاده بودن و عینک ها میدیم. عینک ها هم قاعده خود را دارد، عینک گرفتن قاعده خود را دارد. یعنی گذاشتن عینک دکتر یا انتخاب عینک قاعده خود را کدام یا هر دو هم؟ هر دوشان فایده دارد. میخواستم کمی استفاده باشه. مثلا برای گرفتن عینک پیرانسولی میگوییم و چی میگوید وقتی که انسان کلان میشد، همین حجایرهایی که ما در چشم داریم حرکت های آنها سوست میشوند. حرکت های آن سوست میشوند و وقتی که ما انسان کلان میشد، عضوهای چشمی که مثل افزایش یافته کمتر تغییرات میشد، در آنجا هر خیلی سوستگی آمده شده، جسم‌های شفاف کمتر خیریچه میشوند. این اساساً میشود در بلولک خروستالگ میگوییم، در همونجا باید میشه. سونی موشک‌های تیلیری هستند که آن نسبت به پیشتر راه خود را کمتر گم میکنن. برای همین آدم‌ها برای خوندن، نوشتن چی میگوید یک معیار چند باید باشه؟ معیار در مسافه 300 سانتی متر تبلیغ ها هست. تبلیغ برای چی میگوید انتخاب کردن عینک برای نزدیکی هستند. اما ما پدبار کرده استفاده از 30 سال وابسته عینک برای کار کردن، نوشتن، کارهای مایده و با آدم‌های کلانسال عینک میدیم. و خردسالان باشد. این چیزی من میخواستم دکتر یک اندیشه دیگری اضافه کنم و امروز پیچیده نیست، چون در بالای گفتید که تلفن های موبیلی، گادجت ها امروز چون خوب است، ترقیات خوب است، لکن در برابر همین بعضا با طبیبان وقتی صحبت کنیم شوخی کنان میگویند که امروز بعضا خود مادران الکی طبیب شدند. پس میگوییم چرا مادران طبیب شدند؟ میگویند یک مشکلی نیست، به سامانه های اجتماعی وارد میشن و برنامه های مخصوصی است که ثبت به تلفن و نصب به تلفن خوب میکنن و نام این یا اون بیماری رو می نویسن، الکی گوییم راههای معالجهش زیر دست است و البته این خوب نیست. این خوب نیست، شاید در یک نوبت اول این خوب نیست و شاید امروز چنین هم یک برنامه‌های تلفنی هم هستند که گوییم در برابر اونی که نصب میکنند و میبینند که گویا چیز حرف‌ها رو باید خون میگوید، وظیفه میدهد، وقتی که میخواد میگه خب من باید عینک انتخاب چنین باید کنم، باید چنین کنم. یعنی اندیشه شما چگونه هست استفاده از گوییم سامانه‌های اجتماعی یا برنامه‌های مخصوصی که به تلفن‌ها امروز نصب کرده می شود؟ سوال هم واجبین هم خوب. البته زمان چی میگه پیشرفته شده، این خوب است. این خوب است. ما هم حرکت میکنیم که ما همین کودک‌های ما انکشاف یابند، جهان بینی‌هاشون بلند شوند. این ما ضرور لازم. برای همین حرکت کردن در کار که همین چیزهایی که ما باز میبینیم نه تنها از کتابخانه یا که بعضی میشد که همین جهان بینی ما وابسته بعضی از ناوگیری ها، از تلفن ها، از کامپیوتر ها، از گنجت ها وابسته دارد که ما همین چیزها رو از همون جا گرفته شده انکشاف بچه‌هامون رو یا مفقود بچه‌هامون رو ما چه میگم وسیع‌تر میکنیم. این چیز هم نقص این چیز به این نمیشه. نه این همین چیزها معیار دارن. من همین دانشمند میشم گفته همین 24 ساعت همین تلفن گرفته شده با تلفن کار کردن این کمتر ناطقه یا که در پیش کامپیوتر شدن کار کرده شده این هم ناطقه، چون که چشم هم کمتر چی میگه باید فراغت کند. حجایرهایی که در چشم هستند و ها 24 ساعت کار کردن نمیتوانند و ها هم کمتر عادی کردن میخوان، کمتر چی میگه و ها اوصای خودشون رو برقرار میکنن. برای همین چشم عادی کردنش در کار. ما این رو ما فهمیدیم در کار که کدام وقت ما چشمان خود رو با آرام تیم وقتی که ما همین کار میکنیم نزد تلفن میشنیم یا که نزد کامپیوتر میشنیم، در بسیار جاها
ما حرکت میکنیم انسان‌هایی که مثلا برایشون سوست هستن ارگانیسمشون یا کسل‌های حلقوی دارن، کسل‌های قند دارن، کسل‌های فشار دارن، کسل‌هایی که ریماتیسم دارن، ما یا که کسل‌های عصبی دارن، ما به اینها میگوییم که شما حرکت کنید عینک‌های مخصوصی که همین نگاه بینی همین اینها رو سوس میکنن گیریتون گفته защитní стекла میگوییم، اچکی میگوییم، عینک‌های محافظتی. این برای خوندن کامپیوتر، برای کار کردن با تلفن در مغازه‌هایی که عینک میفروشن اپتیک میگوییم در اونجا هستن. ما اینها رو ما البته اصلا برای این خیلی عینک رو گرفتم و دکتر چشم مراجعه کردی ساده کدام عینک رو میگیرن برای محافظت چشمشون. بعضی کارها هست که به همون کامپیوتر کار کنه نمیشه، بعضی کارها هست که به همون تلفن کار کنه نمیشه. ما میگوییم که خداشون میگن که چشمم مونده میشه، چشمم میخورد، سوز میشه، دم میگیرد، قطره میآید، میترسم چیکار کنم دکتر؟ ما این مسئله میتیم که عینک‌های محافظت که کار کنن گفته. بعد قاعده‌های کارکنی ها رو میفهمونیم که همین آدم‌ها نسبت هر گونه آرزوهای چشم مبدل نشوند گفته. به اینجا خب دکتر یک اندیشه شما بابت گویم عینک‌های محافظتی رفت و من اینچنین فکری شما رو همزمان میخواستم فهمم که عادتاً چون وقتی گرما میرسد و گویم نورهای آفتاب خود نخود تأثیری آن گویم به انسان میرسد و پوشیدنی است که امروز راهگران در قدر راه‌ها گویم عینک‌های سیاهی گویم شیشگی شاید باشد یا عینک‌های سیاهی که است از نور آفتاب چشم رو احتیاط میکند و حمایت میکند. ما میخواستم اندیشه شما رو فهمیده باشیم که انتخاب عینک‌های سیاه چگونه باید باشد و پیش از انتخاب عینک‌های سیاه شیشه میخواستم بابت نورهای آفتاب که معلومات تو به بیننده رسانیده باشید. اون کدام نور است که به چشم انسان زیان میرساند؟ نورهایی که از طریق آفتاب میآیند یک چند نمود دارند. بله. بسیاری هاشون مثلا به چشم اقدام تاثیر خود را نمیرساند. نورهایی هستند که اولترافیولیت میگوییم یا اولترا بنفشه میگوییم. همین نورها میباشند که تاثیر خود را به چشم رسانده میتواند. این چی تاثیر میکند؟ این تاثیر همین خیلی که بسیار انسانی که بسیار در همین روشنهای آفتاب میگردد، همون نورهای اولترا بنفشه از قبطی چشمایی که چشمای شفاف میگوییم گذشته ایستاده با آنها کمتر سوزش با این تاثیر میکنند. همین قرنیه هست، حافظه که پیش های، بلورک های، چشمی شفاف های، شبکیه های، از همین با همون نورهای اولترا بنفشه دوام ایستاده در اونجا کمتر تغییرات میکنند. سوزش میکنند. با چشم میکنند، سوزش میکنند. هم در این آدم ها میگن چی میگه؟ روشن ترسی پیدا میشه. چشماشون شروع نمیتونن و حرکت میکنن پوشن گفته. بله با قواقای چشم. قواق پوشن یعنی بیماری نیست. بیماری نیست یا که زونتیک میگیرن زنها. مردها باشن یا یگون کاغذ میدونن یا گازیت میدونن. این همین حالتایی که اولترا بنفشه بسیار تاثیر کرده ساته وجه چشم میخواد کرد که عینک لازم، محافظت لازم. این سیگنال است. این سیگنال هست که همین حرکت انسان برای که همین حالت‌های هر آرزو نامدن عینک‌های محافظتی آفتابی رو گرفتنش در کار. مسئله انتخاب و نمودش. نمودهای آفتاب خیلی زیاد هم می‌بینیم که ما در مغازه‌ها در بازارها حتی هستن می‌فروشن. من به هر یک نفری که انتخاب کردنی هستن. نفری که انتخاب کردن میگویم که اول برای انتخاب کردن این به دکتر مراجعه کرده ساده فهمند که در همون چشمشون دیگه خیلی کسل هست یا نه و بعد کسان نکن. اگر در درون چشم یا خیلی کسلی باشد اگر این عینک‌های آفتابی ضرر هم دارن. این فقط محافظت گفته عینک گرفته گشتن در کار نیست. یعنی از پیش خود خریداری کردن و گذاشتن این اشتباه است. این نوتیاره این گرفته ایستاده پشت برفتن این نه. این البته ابا دیده ایستاده برآمده سونی همین خیلی دکتر همین پزشک معاینه میکند که کدام عینک رنگش چه باشه. اینها رنگ‌های گوناگون دارن از سیاه سر کرده تا سبز. بسیار وقت میشد که اینها عینک‌های معالجه‌ای هم هستن. رنگاشون سبز میگوییم. این عینک‌های سبزی که ما تفسیر میتیم
یخی کسل‌ها هستند که کسل‌های گلوکوم با بیماری با اینها توصیه میکنیم. کسل‌هایی هستند که ساخن دیابت قند میگوییم، با اونها هم با حرکت میگوییم که در وقتی کوچه گشتن عینک‌های سیاه‌چوبی سبزها رو گرفته گرفتن گفتم. نو آدم‌هایی هستند که ماشین های میکنن بسیارتر. با اونها هم کدام عینک رنگش چی باشد چی میگه کدام عینک رو گرفتن ما توصیه میتیم. نو باید همین که این عینک‌ها باید البته سرتیفیکات داشته باشن. ما فهمیم که این از کجا اومد. این عینک‌ها میشن شیشه‌گین میشن و حاضر زمانش عینک‌هایی که پلاستماسی میشن، از پلاستماس ساختگی. عینک‌های شیشه‌گین نقص محافظت میکنن، قدرتش هم نقص، کارچشش هم نقص، نوعی کمتر وزن‌تر. آدم‌ها میخواهند که بچه‌اش سبک‌تر گیرن بوده. این عینک‌ها پلاستماسی میباشن. برای همین وها فیلتر میگوییم. فیلترованیه میگوییم. چی میگوییم که همون به زبان طبی. به زبان طبی. هم نورهایی که اولترابنفش تاثیر میکنن، همون عینک همین نورها رو میدارد. نوری داکورش گذرانی ساده و چشم. نورهایی که نوداکور هستن، همین عینک‌ها نور رو میدارن. برای همین عینک با چشم‌های این آدم‌هایی که از آفتاب میترسن آرامی میدن. یعنی اینجا دکتر ما همزمان می‌خواستم چون اندیشه شما رو اویدی انتخابی عینک‌هایی که محافظتیشون ویده ایستادیم و بعضا اندیشه‌هایی هستن که آنها همون باید فویس‌های مخصوص دارن. گویا میگویند که باید سیاهی و عینک محافظتی باید 25 فویز رو تشکیل دهد. یا در بعض حالات میگن که باید از 50% بالا باشد و آنها همون این چی رو میفهموند یا گوییم فویس ها این سن و سال نفری استفاده برنده رو میفهموند یا چیزی دیگر است. البته این همین عینک‌هایی که ما میگوییم رنگ‌های گوناگون دارن، این هم فویس هم دارد. فویس از 25 فویس عینک‌های هستند که ما میگوییم 25 فویزگی، عینک‌های هستند که ما 50 فویزه باشد. همه فویزش بسیار تو 70 فویزه این اون چیزا که ما میآیند اینها رو بسیارتر به ما نشان میدهد. مگزین‌های اپتیک میگوییم در اونجا هست، خصوصا اسپسیالیست‌ها هستن، اپتیمیتریست میگوییم و همه عینک‌ها رو دیده ساده با تشخیصات‌های خود دیده ساده معین میکنند که این عینک 25 فویزه 66 اینش 50 اینش 60. نو این اساسا اینها رو همین چی میگه اسپسیالیست‌هایی که با عینک همین کار دارن با آنها این تعلق دارد. ما حرکت میکنیم که بفهمونیم که کدام سینوسول کدام عینک‌های فویزدار رو گیرد کنه. آدمای جوان، آدمایی که مثلا قدرتشون بلند هستند و کارهای در آفتاب هستند و ها نسبت به همین فویزهای خود رو بسیارتر گرفته میتونن تا 50 فویزه فیلتراسیونه. از این سال که کلان که شد ما عینک‌های سیپسیایی ما گرفته نمیتونن و اوجه چشمشون دیگرگونی شد، بینایشون پیشتر با این نسوس میشه. میگویم که شما عینک سیاه‌چی گیرید و نو فویزش کمتر باشد گفته ما میفهمونیم. بعد عینک‌های هستن که سفید هستن، عینک‌های سفیدی که گفته میگردن این هم چی میگه عینک‌های مینوسوی هستن، پلوسوی هستن، عینک‌های آمیخته هستن. اینها هم خصوصیت خود را دارد. به هر یک کسل، به هر یک آدمی مثال انسان ما کدام عینک چه توصیه خود را میرسونیم که به توصیه دکتر عینک گرفتن یا که عینک پوشیدن عموما ممکن نیست. حرکت میکنه، حرکت کردن لابد که یک بار از یعنی چی میگه نزد دکتری همین دکتر رفته چشم خود رو تشخیص کرده اون عینک خود رو گرفته گردن و به هر خیلی گونه عارضه آورده نمیرساند. و اینجا دکتر یک اندیشه دیگری هست وقتی میگوییم اگر عینک‌های گوی محافظتی گرفتیم و وقتی از خانه بیرون بر اومدیم خواه نخواه از بین محل میگذریم، از راه سلام علیک با پیر و جوان و باهیش سلام علیک میکنیم و چون روز اول است که عینک‌های محافظتی گرفتیم و راه گشتیم و گوی الکای نفری میگوید که خوب نظر کنید به فرزند اون نفر یا گوییم به مادر اون کس یا به کلینروس اون نفر که عینک گذاشتند. یعنی اندیشه از گویا که خود رو به طور کلان گرفتند و من میخواستم اندیشه شما رو شنیده باشم آیا واقعا همچنین است یا ما باید گیریم تا اونی که چشم خود رو در آینده احتیاط کرده باشه؟ بله، از عینک گرفتن شرم داشتن لازم نیست. این عینک برای
زیبایی نیست. زیبایی نیست. بعضی آدما میگن که برای زیبایی گرفت یا برای چی میگه یا اگه گفته هوا بلندی همینجوری میگویند. نه این نداره. این برای معالجه کردن، برای سلامتی خود رو نگه داشتن، شرم داشتن در کار نیست. عینک رو گرفتن در کار. در واقع ما در چی میگویم؟ در عرفیات میگن که می عینک داشته باشه اگر وای چشمش خیره و چشمش کسل یا گفته هر خیلی گپا میزنن. نه، در بسیار دولت‌هایی که تحقیق کرده عینک بسیار میگیرن و بی‌برمه و عینک هست یا نیست و فرقیت نداره. با میگن که انسان میبینه. از اون ما کمتر این برای ما دیگه خیلی میشه. این جلوتر ما اگر کودکچه یا که جوان کمتر کوچه عینک گرفته باشه اگر میگن که ایوای چشمشون در عینکش همی ایوای چشمش همی وای کسل نیست. وای فقط برای بینوش نقص کردن تا عینک میگیرن یا حمایه کردن از شعاع‌های بیرون عینک میگیرن. وای کسل نیست. وای کسل گفتن ممکن نیست. وای برای همین عینک دارد ندارد این رو اقتدام چی میگه تقسیم کردن در کار نیست. و اینجا چون دکتر بالا ذکر کردید که عینک‌های محافظتی گرفتن خوب است، لکن به معیار اون گویم اعتبار ندادن ضرر هم دارد به چشم انسان. پس باید چطور استفاده کنیم؟ در یک نوبت ما خود گفته ایستادیم که عینک‌های محافظتی گیریم و در یک نوبت دیگر یعنی فکر خود رو انکار کرده ایستادیم. گفته ایستادیم که عینک‌های محافظتی رو همراه بسیار داشتن ممکن نیست. پس از این برمی‌آید که این یک گویم وقت استفاده برای خود را داشته است. پس چگونه است اون؟ بله. اگر هر یک چیز چی میگه معیار خود را دارد. همین عینک گفتن بعد همین سحر وقتی که ما کوچه میبریم و چشم مونده را میریم در وقت خواب میگیریم اینم نداره. هر یک عینک گرفتن خود را دارد. یکی کسال‌ها هستن که نزدیک بینی و هم نزدیک بینی هم 3 درجه هست. درجه سبک، میانه و زمین. اونها حتما عینک میگیرن، اثر میخیزن تا بیگا خوب کردن اما به عینک نمیتونن. اینها گرفتن لازم. نه آدمایی که مثلا عینک‌های محافظتی میگیرن یا که عینک‌های معالجه‌ای برای کار میگیرن اینها اثر تا بیگا این عینک‌ها رو گرفتن ممکنه. عینک‌های آفتابی میگیرن در خانه، در جمعیت شدن یا که در یگان کافه شدن یا که در ماشین شدن یا که در یگان چی میگه یگان آدم گرفتن عینک لازم نه اینو گرفتن. آدم‌هایی که از آفتاب میترسن و چشمای خود را محافظت میکنن عینک‌های آفتابی رو در وقت کوچه گرفته گردن اگر و فایده خود را دارد. نه حتما استفاده برای هر یک چیز چی میگوید معیار خود دارد. تشکر زیاد. و خب بینندگان عزیز و ارجمند بار دیگر شما هر یک شمایان رو به خیر و شادی میگیم و دکتر ما بسیار میخواستیم اطراف این موضوع گوییم صحبت با شما باشیم لکن فرصتی ما امکانیت نمیدهد و چون علاقه نظر به دقیقه میکنیم اختیاری که ما وقتی که در اختیار داریم علاقه به انتها میرسد و من در فرجام میخواستم دکتر باز یک اندیشه دیگر رو برای بینندگان عزیز میگفتید و یا خود گوییم به طور نمایش یا خود به طور نشان دادن میگفتید که بعضا مشق‌هایی هستند که ما خود علاقه در خانه میتوانیم اجرا کنیم و علاقه بینیم که ما باید به طور تیزی و زودی گوییم به طبیب ساحه‌ای گوییم چشم باید مراجعت کنیم و شاید بعضا حالت‌هایی هستند که میگویند چشم انسانی سالم باید در یک نظر گوییم با مشق‌های مخصوص گذاشتن علاقه معلوم ما میکنیم که ما باید به دکتر رویم یا باید به مشق دیگر مشغول شیم. میخواستم با همین اندیشه صحبت امروزینه امان رو گوییم خاتمه بخشیده باشیم. بله همین چیزی که میگوید که ما هم همین میبینیم که ورزش که بله مشق کردن در کار چشم یک مشق‌های علایت خود را دارد. وقتی که هر یک انسان یا که طلبه خواننده همین خانم 6 درس عادی کرده داده است میشند همین یک مشق‌های عادی هستند که همین 6 تا ساده همین یک دور به نگاه کنن هم دور به چی خواهند ببینن و درخت میبینن کوه هم میبینن هم کوه نگاه کردی ساده خوش مونن تا همین یک 10 15 30 سکند دور به نگاه کردی میستن و بعد همین نزدیک به نگاه کنن نزدیک به چی باشد همین نزدیک به این تیرزه نگاه میکنن یا که در لیلکشن نگاه میکنن همین رو در دوام 1 مینوت 2 مینوت کنن اگر همون موشک‌هایی که در چشم هستند به حرکت میدارن سونیش شتن بعد همین کالی خود رو نجوم مونده راست استفاده با بالا نگاه میکنن با پایین نگاه میکنن
طرف چپ طرف راست نگاه میکنن. این هم یک 15 مرتبه 20 مرتبه کردن و غوزه های چشم خود رو چی میگه دوره بشره حرکت میکنن. این هر یک انسان با مشق برای محافظت، برای خیره نشدن، برای که همین چشم هر گونه و چی میگه اوریجینال دادن در یک روز تا یک بار دو بار از 2 minut تا 5 minut کرده گردن اگر چشمهای خود رو همه وقت چی میگه بینایش خود رو نقص نگاه می‌دارن و خرسند می‌گردن. تشکر زیاد. و اینجا خوب دکتر اگر در فرجام گفتنی داشته باشید مرحمت برای بینندگان عزیزی که طولی نزدیک 30 دقیقه گویم با ما بودن و من باوری کامل دارم که هر یک پاسخی که به سوال‌هایی که از جانب ما به عنوان شما رسید پاسخ‌های گویم یک فایده بخش بودن و بینندگان عزیزی ما از این یک صحبت ما اگر گویم یک قطره هم گیرند ما الکی توانستیم خود رو هم خوشحال چون که گفتید به هم وظیفه امان را نزد بیننده ها اجرا کرده باشیم. خب مرحمت. باز یک بار من از شما میپرسم که همین محافظت کنیدان هر یک بیماری خود را، بیماری های عالی خود را، فرزند را، نویره ها را. من میگویم که به همین کودک هایی که هستن از تولد میشن تا 1 سال 2 ساله نشان دادن این تلفن های جدا احتیاط شوند. خود میشن که دور کنن اگر باز کودک نقصد انکشاف میافت. بسیارتر در هوا نشسته گید نشاطی هوای تازه نه همین سوی کمتر کنن. سانی طلبه هایی که مثلا من از باز مکتب سر میشه از یک سنتر از پدر و مادر من اعتبار میکنن پرسن که با نشستن کودک ها با نشستن مکتب با فرزندان خود اعتبار دیدن کودکان رو راش نونن با پرتش نونن وقتی که درس تیار میکنن بینن که بچه خیشت است راشت است خواب کردن نخواند سرش خم کردن چی میگه ننویسد روشنی باشد از 30 سانتی متر نزدیکتر نخواند. تلویزیون هم بینن در وقتی تلویزیون بینن و در وقتی تاریکی تلویزیون دیدن ممکنه از 2 متر نزدیکی نبیند. کودکان در حتما 1 ساعت بینن اگر همین تلویزیون ها رو مترمور رو 10 متر 15 متر آدر کنن. خصوصا این بسته دارد انسان های آدم هایی که سین سالشون اچیل بارا هستند همین التماس میکنم که 1 سال به 1 مرتبه با مرکز های سلامتی آمده فشار چشم خود را 1 بار تفتیش کنند که برای پیشگیری کسلی های آبی موارد این به ما جدا هم یادم کلام میرساند که همین کسل های ما بعضی وقت میبیارن که اوریزه شده ساده چشم نابینا شده که نمیفهمن سانی به ما مراجعت میکنن. هر یک بیمار رو مراجعه کردن قیین ما پیشگیری کردن آسان سبکتر. تشکر زیاد. و خب دکتر برای تشریف شما ما عرض سپاس میکنیم و ما باوری کامل داریم که ما با یک دیدار گوییم نمیتوانیم همه موضوع همه بیماری ها رو فرا گرفته باشیم و اینچنین ما باوری کامل داریم که این اولین دیداری ما نیست حالا در پیش باز چند دیدار خواهد بود و بابت یک بیماری های خواهیم استاد که باید چی کار کنیم تا اونی که چشم فرزندانمون صحت باشد سالم باشد و ما آیا می توانیم که برای صحت و سالم بودن بینایش چشمانی فرزندمون همچون پدر یا مادر یا بابا یا مادر کلان تاثیر خود رو رسانیده باشیم. یعنی این موضوع هایی است که باوری کامل دارم در روزهای نزدیک ما باز با شما صحبت خواهیم کرد. باقی بینندگان عزیز و ارجمند با امید سربلندی و خانه آبادی و صحتی یکی شما تا دیداری دیگر خداحافظی میکنیم. تن صحت و خانه آباد باشید. خیر.